چطور هستن شما؟ آجی اینجا بالای 20,000 دست عرض میکنم بله میشه دیگه پاس خیلی ببین حالا زمینم چون مال ارتش هست خب کسی کار نداره یه جایی هم ازش بنبسته کسی متوجه نمیشه اصلا ارتش فقط اجارهش میگیره دیگه کاری به چیزی نداره زمین خالی انداخته آره واقعا وحشتناکه نگاه کن اصلا آن تو تحقیق کاره آقا یواشه باشه رد نمیشه ها خب رفتش تو جا برای هم دیگه همجا میره ببین چه خبره آجا آنا خب یا خدا چه خبره این برجک ها بعضی هاشون نگهبان داره شما اگر یه احوالی بفرستی یا الیشاتی بفرستی مثلا برای که فیلم بگیری با تیر میزنن نمیتونم درست کنم شب یاد راحت میگیره شب که آخه مال ارتش اینجا کار من کار جهادی میکنم الیشات رو بده من بفرست جدی همیشه گرم آمدید دیگه همیشه پر رو بازی باید بیره جهادون چه خبره واقعا الله اکبره آجید اون ورش حالا خیلی حالا میریم اون ور ببینین بله من اون ورش اصلا ته نداشت من پریروز اومدم فیلم گرفتم آره فیلم باید بزنی شبکه‌های مجلسی آره بریزه من البته دیروز صبح برای آقای علی آبادی وزیر فرستادم آره که در جریان قرار میگیره ببینید چه خبره توی مجموعه این آقای تیموری که میگن آقا آدم بسیار فعال و خوبیه و پاک دسته و فلانه و اینا دیگه سایپاسیه اینا همه رو باید تولید سایپاس آدم مدیر خوب سر کار ببینید اینا کن همش مدیر تو باتش تو خونش میشه مدیر سلامت جایی نداره به سیستم جایی نیست میگم آره بریم حالا جالب این فیلم الان پخش کنیم ما دیگه یه حراستی ها اینجا